الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 26مین از آموزش کلمت التوحید می باشد. در این حلقه ما به شما باقی مانده از مسائلی که تعلق به الیقین، شرط دوم لا اله الا الله الیقین داشت، صحبت خواهیم کرد. در حلقه های گذشته شرط اول لا اله الا الله علم و ضد این شرط اول که جهل بود بیان گشت و این چونین مسائل چند از شرط دوم که الیقین است به شما بیان کرده شد که یقین در لغت چی معنی دارد، در دین چی معنی دارد و در اصطلاح چی معنی دارد. و حالا باشد ما به شما دلیل های یقین را به شما ذکر خواهیم کرد، یعنی با کدام دلیل یقین شرط صحت لا اله الا الله شد. البته این شرط های هفتگانه که به شما یک به یک با ضدش شرح داده می شود، همه اش دلیلش از قرآن و از سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. یعنی بدون دلیل این شرط ها خود به خود به اینجا ذکر نشده است یا شرط لا اله الا الله نشده است، بلکه هر یکی از این دلیل دارد و دلیل هاش هم به نوعیت گوناگون است. و دلیل اول که یقین شرط صحت لا اله الا الله می باشد این سوره حجرات آیت 15 است که الله سبحانه و تعالی می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هر آینه مؤمنان آنانی هستند که ایمان به الله و رسولش آورده باشند و بعد از این و پس از این هیچ شک و شبهه و ریبی را به قلب خود جای نداده باشند و در راه الله به مالهایشان و نفسهایشان جهاد بکنند. این چونین انسانها صادقان هستند، یعنی مؤمنان واقعی هستند. این آیت دلالت می کند که یقین شرط صحت لا اله الا الله است. وجه شاهد این ثم لم یرتابوا، کلمه لم یرتابوا هست، یعنی مؤمن همان کسی است که ایمان به الله و رسولش بیارد و شک نداشته باشد، یعنی یقینش 100% باشد. اگر شک داشته باشد ایمانش به الله و رسول قبول نخواهد شد. ضد یقین شک است. یقین که نابود شد در حالت اتوماتیکی شک جایش را میگیرد. چه خیلی که در شرط اولی لا اله الا الله گفتیم که علم این شرط لا اله الا الله هست و وقتی که علم نیست شد، علم نابود شد، خواهی نخواهی جایش را جهل خواهد گرفت. پس این آیت دلالت می کند که یقین شرط ایمان و توحید است. چقدر که علما میگن فاشترط سبحانه لصحة الإيمان والتوحيد عدم الريب وذلك بتحقق اليقين. یعنی الله سبحانه و تعالی در این آیت
برای صحت ایمان و صحت توحید نبودن ریب و شک و شبهه را شرط گذاشت. یعنی شرطی صحیح بودن ایمان و صحیح بودن توحید این است که انسان در این ایمان و توحید شک نداشته باشد، ریب نداشته باشد. و البته نابود شدن شک و نابود شدن شبهه و ریب تنها به تحقیق کردن یقین به وجود میاد. یعنی وقتی که یقین انسان تحقیق شد به وجود آمد، شک نابود میشد. وقتی که یقین به وجود نآمد، شک به وجود می آید. و علما میگن وجعل الجهاد من لوازم والیقین. یعنی در این آیات الله سبحانه و تعالی جهاد را از چیزهای لازمیت یقین ذکر نموده است. در حقیقت موحدانی که در راه جهاد هستند، اینها یقینشان در حقیقت یقین قوی هست و یقین اونها یقین صادقانه هست و اونها یقین خود را به این عملشان نشان دادند که هیچ شک شبهه به وجود یقین اونها نیست. و این دلیل اول به یقین که شرط لا اله الا الله هست. دلیل دوم سوره بقره آیه 3 و 4 است که الله سبحانه و تعالی میگوید، یا که حتی از دویم آیت سوره بقره تا چهارمش هم اگر تلاوت بکنیم، الله میگه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. معنای این است که ذلك الكتاب لا ريب فيه، این کتاب قرآن کتاب است که شک شبهه ندارد و این کتاب هدایت برای متقیان است، آنانی که به غیب ایمان می آورند، نماز را برپا می دارند و از آن چیزی که الله برای اونها رزق داده است نفقه می دهند. و آنان کسانی هستند که ایمان می بیارند به همه آن کتاب هایی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است و اینچنین به قرآن و به روز قیامت یقین دارند. یوقنون، یقین دارند. و محل شاهد یوقنون هست. در اینجا میبینیم که یقین را الله سبحانه و تعالی شرط ایمان حق و صحیح ذکر کرد. یعنی ایمان حق و ایمان صحیح همان وقت به وجود میاد که یقین به وجود آید. شرط ایمان صحیح و درست و سالم و ایمان حق این یقین است. وقتی که یقین وجود ندارد، ایمان صحیح هم وجود ندارد. یقین یکی از مسائل بزرگترین در مسئله توحید و ایمان است. و دلیل دیگر از سوره انفال آیه دوم است که الله سبحانه و تعالی میگوید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. هر آینه و البته مؤمنان آنانی هستند که زمان ذکر الله را میشنوند یا زمانی که ذکر الله کرده می شود دلهایشان به لرزه می آید. و وقتی که به آن مؤمنان تلاوت قرآن کرده می شود، تلاوت های آیت های الله کرده می شود، ایمان هایشان زیاد می شود و به پروردگارشان توکل می کنند. یعنی مؤمنان کسانی هستند که به پروردگارشان توکل کننده هستند. پس در اینجا علما می گویند که فقصر صفت الایمان على اهل الیقین، در این آیت صفت ایمان را به اهل یقین، تنها به اهل یقین ذکر کرد. پس بارک الله فیکم،
دلیل سوره چهارم از سوره توبه آیت 45 است که الله سبحانه و تعالی میگوید انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولما میگن فجعل تعالى الشك والتردد وارتياب وعدم اليقين من النفاق الأكبر والذي يكفر صاحبه. در این آیت الله سبحانه و تعالی شک، تردد، شبهه و نبودن یقین را از نفاق اکبر، یعنی از کفر اکبر، از نفاق اکبری که صاحبش را کافر میکنه ذکر نموده است. وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، یعنی نبودن یقین و شک و شبهه کردن این نفاق اکبر است، خیلی کنایه دلالت میکند. و آیت پنجم و این دلیل پنجم برای اینکه یقین شرط لا اله الا الله است که الله سبحانه و تعالی در سوره جاثیه آیت 32 ذکر میکند وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. یعنی زمانی که گفته میشد که البته وعده الله حق است، ساعت یعنی روز قیامت حق است، هیچ ریب و شک شبهه نیست در واقع شدن روز قیامت و این چنین برای وعده الله، برای حق بودنش، قلتم می گفتید، یعنی مشرکان، کافران، منافقان، ما ندری ما الساعه، ما نمیدانیم که ساعت چیست. این نظن الا ظن، ما گمان نمیکنیم مگر ما گمانه، و ما نحن بمستيقنین، یعنی ما از جمله کسانی که در همین مسئله یقین داشته باشد از جمله اونها نیستیم. ما یقین نداریم به روز قیامت و به وجود آمدنی وعده الله. و این چنین دلیل ششم که یقین شرط صحت لا اله الا الله است، سوره ابراهیم آیت 9 10 می باشد که الله سبحانه و تعالی در این آیت ذکر می کند وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك. و این چنین در سوره سجده آیت 12 آمده است که اهل کفار و اهل کفاره می گفتند ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. زمانی که مجرمون کسایی که به اجرام به بدینی مشغولند، مجرم ها هستند، سرهایشان در نزد ربشان پست می شود و خم می شود، اونها می گفتند ربنا، ای رب ما، اله ما، ابصرنا، ما را به ما نگاه بکن، یعنی به ما رحمت بکن و ما را بشنو و ما را بار دیگر به دنیا بازگردان و ما عملی صالح را انجام میدیم. محل شاهد اینجاست که این موقنون، و ما یقین داریم، و ما یقین داریم یعنی یقین کردیم. در تفسیرش میگن فانظر کیف فهم هؤلاء الكفره ان قوام الدین و سلامه و نجاه علی الیقین و هم مناط ذلك کله. ببین که میگه چگونه کافرها
در حالتی که به نزد الله رفته است میگوید که ما را گردان، ما یقین پیدا کردیم. و برای همین میگوید اساس دین، نجات در دین این یقین است. بارک الله فیکم. و صفتهای کفار به نهایت به شک و شبهه بودن اونها ذکر شده است. یعنی تمام کفار یا اکثر کفار همه اشان به شک، به شبهه، به ریب گرفتارند. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره قاف آیه 20 میگه مناع للخیر معتد مریب. صفتهای بد اونها و مریب، اونها به شک و شبهه گرفتند. انهم كانوا فی شک مریب، یعنی کافرها در این دنیا در شک و ریب بودند. سوره سبا آیه 54. و اینچنین در سوره سبا آیه 21 میگه که الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها فی شک. ببینید با صفت کفرها به شک آمده است. بل هم فی شک من ذکری، بلکه کافرها از ذکر من در شک هستند میگه الله سبحانه و تعالی. سوره صاد آیه 8. بل هم فی شک یلعبون، سوره دخان آیه 9. بلکه کافرها در شک، بازی و این به کارهای بیهوده مشغولند. یعنی تمام کافران و تمام گمراهان و تمام منافقان صفتشان به صفت شک ذکر شده است. تمام منافقان و کافران همه اشان به وحدانیت الله، به روز قیامت و به چیزهای اصول دین شک و شبهه دارند و به سبب همین کفر اونها شدیدتر است. قتاده میگن که شاکین فی وحدانیت الله. بعد از این آیات قتاده میگن که اینها همه اشان شک کردگان و شبهه داشتگان در یگانگی الله هستند. حتی به یگانه بودن الله شک شبهه کرده است. پس کمی تأمل بکنیم و ببینیم که چگونه الله سبحانه و تعالی مناط تکفیر اونها را، یعنی سبب تکفیر اونها را در شک و ریب و شبهه در توحید قرار داد. پس یعنی سبب کفر اونها و سبب تکفیر کردن اونها، تکفیر شدنشان، این شکشان و ریبشان در توحید است. و این چون در سوره نساء آیه 104 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید که قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای مردم، اگر شما در شک از دین من باشید، من نمی پرستم آن چیزی که شما غیر الله را می پرستید. سوره زاریات آیه 20 آمده است که الله میگه و فی الارض آیات للموقنین، و در این زمین برای کسانی که یقین دارند آیات ها و نشانه های بینهایت زیاد است. اما این نشانه ها و این معجزه ها و این آیات های الله سبحانه و تعالی را آدم هایی که یقین دارند می بینند، اما کسانی که یقین ندارند، قلبشان پر از شک و شبهه است، اونها در این روی دنیا که همه نشانه های الله، بزرگی الله وجود دارد، هیچ چیزی نمی بینند. یک دنیای خالی. و این چون در سوره انعام آیه 75 الله سبحانه و تعالی یکی از نعمتی که به ابراهیم علیه السلام داده بود ذکر میکند و میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم. برای چی؟ ولیکون من الموقنین، تا که از جمله موقنین بگردد، یعنی کسانی که یقینش قوی هست از جمله اونها بگردد. سبحان الله. سوره مائده آیه 50 الله سبحانه و تعالی ذکر میکرد و میگه که افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. ای مردم، آیا حکم جاهلیت را میخواهید؟ یعنی حکم غیر قرآن و سنت. حکم غیر قرآن و سنت این حکم جاهلیت است. الله میگه آیا حکم غیر قرآن و سنت را میخواهید؟ حکم جاهلیت را میخواهید؟ و کیست آن کسی که احسن من الله حکمه، حکمش از حکم الله زیباتر باشد برای قومی که یقین دارند. یعنی برای کسانی که یقین دارند، موقنین هستند، زیباترین حکم، بهترین حکم این حکم الله سبحانه و تعالی هست که عادلترین حکم است. اما این برای کی است؟ برای کسانی که موقن هستند، یقین دارند. کسانی که یقین ندارند برای اونها البته حکم جاهلیت افضل است. کسانی که
یقین ندارند به وحدانیت الله، به روز قیامت و به اصول دین، برای آنها حکم غیر الله افضل است. و البته در مسئله حکم الله، در مسئله تحکم، ما در باب شرک ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و این چنین دلیل 13 از قرآن عظیم شان برای اینکه یقین این شرط لا اله الا الله است، سوره یونس آیت 36 است که الله میگوید و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. و در این حالت هم الله سبحانه و تعالی شک و شبهه و ظن و گمان را مذمت کرده شده است، بدیش را بیان کرده شده است. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی صفت منافقان را ذکر میکند در سوره نساء آیت 143 و میگوید که مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. منافقان کسانی هستند که مذبذبین بین دو گروه شدند، نه از جمله اونها و نه از جمله اونها، نه به سوی اونها و نه به سوی اونها، یعنی در بین کفر و ایمان مذبذبین شدند، نه از جمله مؤمنین هستند و نه از جمله کفار هستند، خود را در مابین حساب میکنند، یعنی اونها متردد هستند، مذبذب هستند، شک دارند به اسلام و شریعت و قرآن و سنت دین مبین اسلام، شک دارند، برای همین در مابین مذبذب شدند. برای من الله سبحانه و تعالی گفت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. برای منافقها البته پایان ترین درجه دوزخ است و هیچ کمک کننده برای آنها وجود ندارد. و این کفر یعنی این نفاق اعتقادی است و نفاق اکبر است و انسان را از ملت اسلام خارج میکند. و این آیت ها همه اش دلیل بود برای این که یقین این شرط صحت لا اله الا الله است و وقتی که یقین نابود شد حتما انسان خواست یا نخواست فرقی ندارد، به حالت اتوماتیکی به قلب انسان شک و شبهه و تذبذب و ریب به وجود می آید. وقتی که یقین رفت خواهد نخواهد شک و شبهه می آید. وقتی که شک و شبهه به قلب انسان وارد شد و در اصول دین، در لا اله الا الله، در وحدانیت الله، در مسئله آخرت و در مسائل از مسائلی که قرآن و سنت صحیح ذکر کرده است شک بکند، در این حالت کافر خواهد شد. یعنی این دلالت میکند که نبودن یقین این لا اله الا الله را نابود میکند. وقتی که یقین نیست میشود، گفتن لا اله الا الله برای انسان هیچ منفعتی نمیبخشد، زیرا که در گفتن لا اله الا الله انسان شک و شبهه دارد. لا اله الا الله را میگوید، معنایش را میداند و میفهمد، اما شک به این معنا دارد. زیرا که ما گفتیم یقین چیست؟ یقین در لا اله الا الله این است که معنای لا اله الا الله را، صحیح بودنش را و این کلمه های لا اله الا الله را اعتقاد کند که صحیح است و دیگر دین ها را باطل بکند و غیر ذلك و غیر از این چیزهای دیگری که ما به شما بیان کردیم. پس این دلیل یقین که شرط صحت لا اله الا الله است و این دلیل ها از قرآن عظیم برای شما ذکر کرده شد و در حلقه آینده ان شاء الله دلیل های از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یقین از شرط لا اله الا الله است به شما ذکر کرده خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله.